دوستان ما این بار نه به پاریس آمدیم و نه به فرانسه. اینجا کاور زیبا هست. این به نام چی یاد میشه؟ این منگی برش میگن. منگی به خاطر چی است منگی؟ یا به حساب یگان جای تزینی هم از که به حساب محفلای ما شما که میگن. آمادیم یک چند تا گلا را خریداری کنیم. موسم بهار است، بخوایم هر جای برای گل خریدن بریم. سایه ما را سرسبز نگاه کنیم. سرسبز بهترین چیز است. بر دوستایی را بگو معرف که خودت گلباز هستی یا گلدار؟ والا ما خو یک خوب گلدان خوش میکنیم که عطربوی باشه. به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. امیدوارم که خوب صحتمند و سرحال باشید. در یک دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و دوستان ما این بار نه به پاریس آمدیم و نه به فرانسه. اینجا کاور زیبا هست، چهارراه عبدالحق و این پیاده رو مقبول زیبا را که می‌بینید. اینجا گل فروشی و همچنان کلالی فروشی بسیار مقبول جور شده است. ما هم خواستیم امروز بیایم اینجا یک گزارش مقبول از اینجا براتون تقدیم بکنیم. کلالی فروشی اینجا ساخته شده است، دیگه نیاز نیست تا از طرف زیبا برین به خاطر خریدن کلالی. میتونین چهارراه عبدالحق بیاین خریداری بکنین، استفاده بکنین. بسیار کلالی های بسیار مقبول و زیبا اینجا هست. ما میریم صحبت میکنیم بیشتر با مسئولشان در مورد کاسه های زیبا و همچنان اجناسی که اینجا هستن صحبت میکنیم. ما را همراهی کنین دوستان. دوستای عزیز داخل دکان آمدیم. بسیار کلاهی‌های مقبول اینجا ماندگی است، گلاس‌های بسیار مقبول، کوزه‌های بسیار مقبول. بریم مسئولش را یا دکاندار را پیدا بکنیم، همراهش صحبت بکنیم بیشتر در مورد از این کلاهی‌ها. ساخت همیشه هست، از استالف زیبا آوردن، از کدام کشور دیگه آوردین. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ محترم جان تانجور هستم. خوب است. شما ان شاء الله خوب هستین؟ بیاین کمی طرف بیاین که دوستا کمی حساب کنیم چی حال دارین. صحتتون خوب است؟ سلامت باشید. بخیر سلامت باشید. اول میشه بر دوستانم مقبول تا بگویید. شکرالله خراسانی هستم، یک از گل فروشان شهر کابل. خب بسیار خوب شکرالله جان. تنها گل نه دیگه در مورد کلالی هم بر دوستان ما در خدمت هستیم. بخیر سلامت باشید. شکرالله جان. این دکان اینجا نو جور کردین، چقدر وقت میشه جور کردین؟ میشه بر دوستان تقریبا بدر جان گل شیر از مدت 20 سال میشه اینجا هستیم. همین کار کسب و کار ما از پدر کانال ما همین کار میکنیم. خب بسیار خوب. 20 سال دمی 20 سال علامت یک دکان مقبول و کلان را جور کرده بودین یا دی اواخر را جور کردین؟ چرا دیگه وقت بود یک ذره بی سرک آمد و فهمیدیم می چهارراه یک ذره تنظیم چیزا شد دیگه چپا کردیم و پس دوباره هم سال بخیر ما ساختیم. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب یا خیلی اینجا استاد شو بر دوستا در مورد می کلالیا بگو کمکی، در مورد کوزه بگو، در مورد دیگای مقبول بگو ساختین. ساخت کجا از اول را برشون بگو که اینجا میسازین، از استالف زیبا میارین، از کدام ولایت دیگه هست، از کدام کشور دیگه هست؟ این لالا جان گل شهرم فامیلی نیا کاست لاوریست. ها باز یا کاست لاوری است دیگه، یا این دیزاینش هم کاست کلش لاوری است. باز یک قسم از یام است که وطنی است. وطنی است. وطنی از یام است باز برآمده یا آخر دیگه این گلدانای ما کاست باز وطنی است. ها دیگه این هم وطنی است. باز یک شکل دیگه این به نام چی یاد میشه؟ این منگی برش میگن. منگی به خاطر چی است منگی؟ یا به حساب یگان جای تزینی هم از که به حساب محفلای ما شما که میباشه، به حساب یگان خینه و یگان گپا مردم ما برش حساب میبرن. ما در زبان خود برش چی میگیم؟ باز منگی میگیم یا از کدام نام دیگه داره؟ دیگه ما برش منگی میگیم. مردم پشت زبان ما شما زیادتر منگی میگن. زیادتر مردم به نام منگی میشناسن. خب بسیار خوب بسیار خوب. باز لاهوریش خوبش است یا وطنی که خودمون جور میکنیم کدامش دیگه کیفیت خوبش خودمون وطنی خودمون شما داره، به خاطر که همین طراحیش و همین دیزاین کاریش هم خو چیز است. همین گلش هم فهمیدی خوبش از پخته خوبش میشه
دیگه اگر وادی خاطر کاراتش قدر نیست دو هفته پخته میشه. باز یا کس خوبی از یا کس دمی داشای گازی از دو پخته میشه. یه فرق بینش این است که فهمیدی او در وطنی خود ما شما کس هفته پخته میشه، یک داشا داریم خب بخاطر امکانات است از چوبش استفاده میکنه. باز گازیش این کس امکاناتش یک ذره خوبتر است از دیگه کشورها. باز دیگه گاز گرم است یعنی پاکستان نه. خب یک گمش که پشت جنسای پاکستانی نمیگردیم و کمی جنسای وطنی در بر دوستا بگو. این دخلکا از فکر کنم نه ما وقتی خرد بودیم دوستا زیاد از این استفاده میکردیم، از این دخلکا پول منداختیم، باز یک دو روز که مگذشت باز منصرف میشدیم، باز دوباره میده میکردیم میرفتیم دیگه میخریدیم. این دخلک دیدم امو یاد از طفولیت افتیدم. هیچی است رفیق کشکول است. ها بنامش کچکول میگن یا ملاوریسته. باز حساب به حساب مرغشککام میگیره نگاه تا دوستا فهمیدی باز حساب مرغشککا در میجه خانهش تو بسته است دیگه فعلا. بله یا بسته میشه در خانه ما. همیشه باز جمشید جان از نزدیک تصویرش بگیری بر دوستانشان بدی. اینه در قفس بر گنجشکا اینا مندازه دانا اینا مندازن. بله نه همونجا به حساب تخم دادن گپایشان. خا در داخل از این تخم میته گنجشکا و پرنده و اینا. پرنده باب به حساب تزینیا مثلا جای بند میکنن به حساب دیکروشن. خب بسیار خوب بسیار خوب. دیگه باز یک قسمت دیگه هست که نی وطنی خود ما شما. ها این چی است؟ قندیل است. خب قندیل بر گروپ است اینا؟ قندیل است به حساب گروپ از اونجا سیم انداخته میشه. دیگه باش که مقدار چیش براتونشان میکنه. یک دانه شبر انت پیش بیار بر دوستا. یک دفعه پیش بیار لالا. بیا کمی جمشید جان خودت پیش بیار تصویرش درست بگی که دوستا هم ببینن درست تصویر. دیگه این لالای گلم در سیم بسته میشه. باز این استقامت جای لاین داره. نه در اینجا پایان می باز اینجا گروپ انداخته میشه. گروپ انداخته. باز گروپ که انداخته شد باز ولدار میشه باز گروپ میشه دیگه روشنایی میگه با حساب تزینیا میگه اونجا هم تو دوستا میبرن به حساب نمایش. این زنجیرش گلی است یا زنجیرش هم آینی ساخته؟ نه همش گلیسته یا ساخت وطن خودمون شما. ساخت وطن کار دست است. کدامای از اینا را خودت ساختی رفیق؟ یا خود ما خود نمیسازیم یا را وقت میخریم. از کجا میارین؟ از کدام ولایت از اینا میشه بر دوستا ولی دیگه لالای گلم از لغمان میاد، جلال‌آباد میاد، دیگه از کنر میاد، دیگه از استالف ما میاد، از هر جای میاد. کدام ولایت به حساب نمی کلالیباب اینا زیاد نامی هست زیاد نام کشیده است؟ دیگه بر دوستایی را بگید. دیگه زیادتر مردم ما شما کس دیگه به استالفی زیاد چی میگنش. کلالیای استالف دیگه نامی است. به خاطر از اینکه همیشه وقتی نام کلالی را میگیریم بیشتر دوستا ذهنشان یگانه ولایتی که ولسوالی که خطور میکنه اون ولسوالی زیبای استالف هست، چون بیشتر کلالی از اونجا است. از ولسوالی زیبای استالف چی دارین؟ ولایت دادانم 6 تا همیشه ولایت میگم بر دوستا. از ولسوالی زیبای استالف چی دارین؟ کلالیایش همیشه بر دوستانشان دارین. اونو دیگه کا است، دیگه کای رنگ کوشی اینیا بیشتر است. اینیا خب اینیا است به حساب ترشی و ماست به حساب استفاده میکنن دوستا. بس یا فکر میکنم یک خاصیت خودشان دارن یا این چه رقم است که این ماست و یا را خیلی سرد نگاه میکنن نه؟ یا دیگه گل است دیگه فیلترش میکنن چیزی که میکروبش او چیزاش میگه جذب میکنه سرد نگاه میکنه که خراب نشه. بعد از دیگه گرمی هم خیلی زیاد از دوستا کوزه هایی که اینجا هست اگر استفاده بکنین امو با حالت طبیعی شاب خیلی سرد نگاه میکنه و یک لذت خاص داره در کوزه آب نوشیدن. ما تجربه کردیم در طفولیت زیاد یک لذت خاص داره نه؟ در کوزه آب نوشیدن. ها یک پرنده خیلی مقبول از دوستا اونجا ما و رفیق میریم اون طرف، شما هم چند تصویر مقبول از اینجا ببینین، ما میریم اونجا که اون پرنده مقبول براتون به معرفی بگیریم. دوستای طرف گلای مقبول و زیبایی طرف هم کلالیای بسیار قشنگ و زیبا و در وسطشون هم پرندگای خیلی زیبایی که صدایشون واقعا خیلی خوشایند هست. از این معلوم میشه که خیلی شوقی هم هستی خودت رفیق. حالا دیگه چطور کنیم دیگه در پولی گل و فامیلی گلدان اگان شوخارم دیگه میکنیم. اما یک گپ است میگه که گل با بلبل زیباست. چه رقم است همونه؟ گل همراه بلبل زیباست. گلش همراه یعنی بلبلش هم خودت داری. در مورد از پرندگان میشه برای دوستای که معلومات بدی. دیگه مرغشککاز دیگه یا از طرف زمستان هم همراه ما بودیم، بار هم همراه ما دیگه. نمی او دانش همینجا مندازیم دیگه، همینجا هستم دیگه.
صبح ما میگه تو چرا قصد شادم فهمید خوشایند از شب هم خدمت از دیگه میگم خاطر گلا شوقی کدام پرنده زیاد است؟ تنازم یادم شیر است یا یگان پرنده‌های دیگر هم نگاه میکنی؟ والله دیگه ما شوقی آدم چیره کناری سایره کاو هر شوقی است اما تو میخوایم که تو باشه پیش آموزه بخشم یک گپ از دوستا میگه آدمای شوقی زود پیر نمیشن باز کسی که در پیش گل و پرنده و کلالی باشه او خوب میشه دیگه زودتر پیر نمیشه چطور؟ آها تو گپ است از این والا میشه بسیار خودت اما تو خوش چهره هستی بسیار خوش خندان هستی از این والا میشه زود خودت هم پیر نمیشه رفیق خب بیا یک کار میکنیم بریم طرفتر همین کاسهای سالف زیبا را برای دوستان نشان بده درست است؟ رفیق میشه نال در مورد امی کاسه های سالف زیبا برای دوستا بگی دیگه لالای قندم اینی کاسه های یک نفر است و کسی که مثل ما خوراکش کم است باز یک نفر میخواد دو نفر میخواد دو نفر هم بس میکنه اینا دو نفر هم میشه و کسایی که خوراکش باز زیاد است ماشاءالله فهمیدی یک نفر میخواد یک نفر چند نفر هستی کاسه از چند نفر شروع به چند نفر ختم میشه از یک نفر شروع سلا تا 7 نفره تا 7 نفره دیگه انواعش مختلف از خرد و کلان است رنگا متفاوت است دیزاین هر کدامش بازو فرق میکنه دوستا دیگه کدام دیزاین اینایش انتخاب میکنه باز رنگش هم فرق میکنه دیزاینش هم فرق میکنه و قیمتش هم فرق میکنه متفاوت است قیمت ها از چند شروع به چند ختم میشه قیمت ها را حالا دوستا زیاد هستن به هر کدامش قیمت پرسان میکنیم اما خوبیش است که بگی از چند شروع میشه به چند ختم میشه قیمتش از قیمت 50 په افغانی شروع تا 500 افغانی تا 500 افغانی دیگه این کاسا باشه دوستا این کاسای گلی استالف زیبا باشه و همون شوروای شمالی باشه دیگه او باز یک لذت خیلی خاص خودش را داره دوستا خب بدون از این کاسا دیگه چی چیزا داره اینجا دیگه کاسا از دیگه کاس این دیگه کا به حساب ماست خوری هم از به حساب شیر هم از به حساب هر چیز است که استفاده میکنن دوستا یا هم دیگه ساخت سالف است بله یا ساخت وطنی خود ما است ها بسیار خوب بسیار خوب خب خیلی ممنون از خودت شکر جان از اینکه وقت گذاشتی آمدی این کلالیای مقبول و زیبا را بر دوستای ما معرفی کردی با سلامت باشه تشکر از اینکه یاد ما و فقیرا و مسکینا را میکنه همیشه بیاین دیگه ما در خدمت هستیم جای خودتان است در سلامت خب دوستای عزیز در اول هم یاد کردم که اینجا در کنار کلالی های خیلی مقبول و زیبا گل فروشی هم است گلای بسیار مقبول داره که هر کدامشان وقتی میبینیم چشم ما را به طرف خودش جذب میکنه میریم طرف گل فروشی و در چند دقیقه با گل فروشی هم صحبت میکنیم با گل فروش در مورد گلا و ببینیم که کدام گلای مقبول و زیبا اینجا پیدا میشه ما را برای کنین دوستان دوستای عزیز حالا میریم با دیگه دکاندار صحبت میکنیم ببینیم نظریات از اینا هم داشته باشیم ایران هم بند کردن خب به دوستا اینجا بسیار یک منظره مقبول داره گلخانه بسیار مقبول است اینجا مسئولش هم شاید فکر میکنم اون پایین باشه بیاین خیلی بریم پایین تر اونجا گلای بسیار مقبول هست در موردش صحبت بکنیم با مسئولشان دوستا آمدیم در پایین در گلخانه مقبول و زیبا اینجا گلای بسیار مقبول و زیبا هم هست یک دوست اینجا فکر میکنم کسی هست مسئولشان شاید باشه بریم مبلغشون صحبت بکنیم در مورد گلا سلام خوب هستین سلام برادر خوب هستین بخیر سلامت باشین شما چطور هستین خوب هستین شکر است الحمدلله شما جور هستین بخیر سلامت باشین مسئول اینجا هستین یا آمدین گل خریدن میخواین گل خریدن آمدیم یک چند تا گلا رو خریداری کنیم موسم بهار است بخوایم هر جای برای گل خریدن بریم سایه ما را سرسبز نگاه کنیم سرسبز بهترین چیز است برای کل ما نمی رقم صحت تازه میشه در سرسبزی بسیار خوب بسیار خوب شوقی کدام گلا هستین از کدام نوش والا گل کلش شوق داره گلش گل در گل بوته خود زیب داره هر گل در هر جای باشه شوق از اون هر کانش برای خود یک لذت داره هر گل برای خود جای خود داره جای بوی خاص سیستم خاص الله ملک ما را از بدبختی نجات بده تا که ملک ما در آبادی بروه برای نسل جوان ما کار داده شوه افغانستان دیگر بهتر شوه بسیار آرامش است مردم لذت میبره از این ملک دیگه خدا آرامی را کن آرامی به فقر بیچارگی از بین بروه بخیر سلامت باشین خیلی ممنون از شما در خانه باز گلخانه داری یا اما تو میخوایی که نگاه بکنی در گلدان پیشته چند نه گلخانه دارم بهترین یک گلخانه دارم دیگه گلای خوش در منطقه برم گل خوبش خوشم بیا باز گلخانه خود میبرمش
همینجا از گل بسیار لذت خوب میاد. بخیر سلامت باشی، خودت هم گل انتخاب کو برات. اگر کدام پیام گفتنی برای جوانان داشته باشی، برای دوستا داشته باشی، پیامت میشنویم. ما برای کل جوانای ما میخوایم دیگه افغانستان بیاین مشترک جور کنیم، خارج نرون. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. تنها نه به برادرای ما بگیم از یک کس، نه از کل افغان هاست. بیاین که به مشترک افغانستان جور کنیم. بس از جنگ، بدبختی در این ملک بسیار تیر شده. دست به دست بتیم این ملک از بدبختی نجات بدیم. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون. شما لطف شما زنده باشین. سالا خوشحال باشین. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون. خب دوست ما میخواد گل خریداری بکنه، دیگه ما مزاحمشون نمیشیم. ما بریم مسئول این گلخانه را پیدا بکنیم، کمی در مورد گلای مقبول زیبا براتون صحبت بکنیم. سلام، خوب هستین؟ شکر، تو خوب هستی؟ طبیعت خوب است؟ بخیر سلامت باشی. اول میشه نامت بر دوستا بگویی؟ نام ما مجاهد محمد عارف هستیم. مجاهد محمد عارف. بله سه. خب بسیار خوب بسیار خوب. بر دوستایی را بگو محمد عارف که خودت گلباز هستی یا گلدار؟ والا ما خو یک خوب گلدان خوش میکنیم. خب که عطربوی باشه و بس تو میبریم اونجا میمانیم دیگه. تو یک شوکی گلدان میبریم. خب خودت خی گلباز هستی دیگه؟ هستیم. یک شوکی کدام گلا هستی زیاتر میخوای؟ گلایی که عطر بوی خوب داره یا رنگی بسیار مقبول داره؟ کدام چیز زیاد دوست داری؟ چه خو رقم است. جری بند است، بیادر گل مرسل است و نمیتو یک مالتبویی که بسیار خوب عطربوی میته و به حساب من تو گلدان هست دیگه مختلف. خب که کدام خوش ما به او را که تو خود میبری. خب بسیار خوب. خنال خیبر دوستایی را بگو که این گلبازی چی فایده داره؟ بسیار فایده داره به صحت، به روح انسان، میخی آدم تازه نگاه میکنه و یک مصروفیت است که وجود دست میزنی در گلدانا در چی اینمی خودش یک آدم بسیار تازه نگاه میکنه. بله. بسیار خوب. خیلی ممنون از خودت. بخیر سلامت باشی. اگر کدام پیامی هم برای دوستا داری میتونی که پیام تعریف بس اینمی پیام ما است که کل جور صحتمند باشه و ایدی که برش میای بخیر، آب و هوای خوب، خدا کلی زنده داشته باشه. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون از سلام علیکم. سلامت باشین. خب دوستان عزیز، بود گزارش امروز ما که از کلالی فروشی ها و همچنان از گل فروشی براتون تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما عزیزان هم کانال یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین، گزینه زنگوله رو هم فشار بدین و همچنان این برنامه را با دوستایتان شریک بسازین. اگر کدام نظر، انتقاد، پیشنهاد دارین میتونین که پای کامنت بر ما بنویسید. تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.